أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب آداب سفر، یعنی که کتاب در مسئله آداب‌های سفر. یعنی این کتاب در زیرش چندین بابها و مسائل مختلف درباره سفر گفتگو و صحبت میکند. اولین باب، اولین مسئله که این کتاب صحبت میکند میگوید باب استحباب الخروج یوم الخمیس و استحباب اول النهار، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن برآمدن روزی پنجشنبه، یعنی که انسانی که میخواهد به سفر ببراید بهتر و خوبتر است، مستحب است که روزی پنجشنبه ببراید. و استحباب اول النهار، یعنی همچنین باب در مسئله مستحب بودن، یعنی خوب بودن برآمدن به سفر در اول روز است. اول روز ده، یعنی سحر ده انسان به سفر ببراید، این بهتر و خوبتر هست. روز پنجشنبه به سفر برآمدن خوب است، همچنین در اول روز، یعنی که این مستحب است، خوب است، نه اینکه حتمی، بلکه مستحب و خوب همین است. اکنون در این باره امام نووی رحمه الله برامون دو دلیل تقدیم میکند. حدیث اول این باب حدیث 955 کتاب ریاض الصالحین می باشد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس. از کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برآمد در غزوه تبوک روزی پنجشنبه. و کان یحب ان یخرج یوم الخمیس، و بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشت که به سفر ببراید در روزی پنجشنبه، یعنی پیغمبر خودش روزی پنجشنبه به سفر برآمدن را دوست می داشت. از این حساب است که روز پنجشنبه سفر کردن بهتر و خوبتر می باشد. این حدیث حدیث متفق علیه است. میگه و فی روایت فی صحیحین، در یک روایت دیگری در بخاری و مسلم آمدگی است که لقلما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج الا فی یوم الخمیس، یعنی که کمتر پیش می آمد برای رسول الله صلی الله علیه وسلم که ببراید مگر در روزی پنجشنبه، یعنی که همیشه و دائمی رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز پنجشنبه سفر میکرد. کم حالتایی بود که در غیر روز پنجشنبه سفر بکند. از این دلایل معلوم می شود که روز پنجشنبه سفر کردن این مستحب است و خوب است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو دوست می داشت. این بود حدیث 955. بعد از این حدیث 956 و عن صخر بن وداعة الغامدی صحابی رضی الله عنه، یعنی که از صخر بن وداعه غامدی صحابی رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، این بزرگوار میگوید که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اللهم بارک لامتی فی بکورها، یعنی ای بار الها افزایش ببخش برای امتی من، یا برکت بده امتی من را، فی بکورها در صبحگاهانشان، یعنی در سحرهایشان ای الله تبارک و تعالی امتی من در برکت بده. از این حساب است، از این دلیل میگیریم که در سحر وقتی انسان سفر میخواهد ببراید سحر قطعی ببراید، زیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم در سحری هر یک امتش دعای برکت کردگی هست. اکنون راوی میگوید که و کان اذا بعث سریه او جیشا بعثهم من اول النهار، و بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم
هرگاه میفرستاد سریه را، یعنی یک گروه را وقتی که میفرستاد، یا جیشن یا لشکر را وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرستاد، بعثهم من اول النهاری، حتما ویها را میفرستاد در اول روز. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادتش این بود هنگامی که گروه را یا لشکر را میفرستاد و گوسل کردن، زمان گوسل کردن پیغمبر در اول روز بود، یعنی سحر درایش میکرد، سحر در میفرستاد. و کان صخر تاجرا، و میگه همین صخر یعنی که صخر ابن وداعی غامدی صحابی راوی حدیث میگه که تاجر بود، این شخصیت تاجر بود. و کان یبعث تجارته اول النهاری، و بود میگه میفرستاد همین صخر تجارته، یعنی کاروانهای بارهایش را اول النهاری در اول روز، یعنی که در صبح در سحر کاروانهایش را به سفر می برآورد. فاثرا و کثر ماله، فاثرا پس به سبب همین کاری کردگیش میگه اثرا، یعنی ثروتمند شد. همین صخر میگه مالدار شد، تاجری بسیار ثروتمند شد. و کثر ماله، مال و ملکش بسیار شد. زیرا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای این دعا کردگی بود برای سحری هر یک امتش، یعنی خاص صخر ابن وداعه نیست این دعا. این دعا برای هر شخصیتی است که وقتی میخواهد به سفر ببراید، وقتی میخواهد کاروان تجارتش را به یک جا بفرستد، در سحر میفرستد، شامل این برکت میشود. پس میگه صخر به سبب این کاری کردگیش یکی از ثروتمندان، یکی از تاجران بزرگ و یکی از مالداران بزرگ گشت. رواه ابو داود و ترمذی، و این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن، و گفتگی است که حدیثی حسن می باشد. پس این بود دو حدیث درباره اینه که سفر ما روزی پنجشنبه باشد و در سحر باشد، در غیر پنجشنبه هر روز دیگه هم باشد، در سحر روز باشد. در سحر روز امت محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله دعای برکت کردگی هست. و اکنون چرا در سحر ببراییم؟ این علتهای زیادی دارد. یکی از علتهاش این است که انسان وقتی که در سحر ببراید تا بگه به مقصدش میرسد، به اون جایی که میرود. یا وادی‌ها و صحراهای زمان پیش که با سواره میگذشتن، یعنی که با خر و شتر و با اسب سفر میکردن و وادی ها را میگذشتن و به یک جای آبادی را تا بگه را میرسیدند و شب به یک جای آبادی، در یک جای آبادی خودشان رسانده میتوانستند. این سبب هاش بود و بعضی از سبباش همین بود که از سحر ببرد. اما سفرهایی که امروز هست، مثلا به سومالیا یا جا سفر کردن، اگر امکان باشد در سحر سفر کردن خوب است، شامل برکت میشوی. اما اگر در سحر هم نباشد، هر وقتی که باشد میتونی سفر بکنی. این یعنی مسئله استحباب است، یعنی خوب است. ان شاء الله شامل برکت میشوی اگر این کار رو انجام بدی. خب این بود باب اول کتاب آداب سفر. دوم باب این کتاب باب استحباب طلب الرفقه و تعمیرهم على انفسهم واحدا یطیعونه، یعنی باب در مسئله مستحب بودن جستجو کردن رفقه، یعنی که همسفر، که انسان رفیق و همسفر جستجو بکنه در حالت سفر کردنی هست. و تعمیرهم، یعنی اما امیر قرار بدهند یکیشان علی انفسهم واحدا، یکی دیگرشون رو بر نفسهای خودشان، یکیشون رو امیر قرار بدهند. مثلا 5 نفر 10 نفر یک جای سفر میکنن، اون یک نفرشون رو امیری خودشان، کلان خودشان قرار بدهند. اون یک نفری که تجربه سفر دارد، در حالت سفر معلومات دارد، میداند که چند ساعت سفر کرده و بعد دم گرفتن در کور است، کدام صورت اوقات خوردن در کور است، در کجا دم گرفتن در کور است، این چیزا را خبره دارد، معلومات دارد. پس اون را امیر قرار بدهند. یطیعونه، اطاعتش بکنن. وقتی که امیر قرار میتین یکیشان رو در سفر، پس باقی مونده اون را اطاعت بکند در امری همون سفر، در کاری همون سفر واجب است که اطاعتش بکند. اگر در معصیت و گناه نبرشون، یعنی در بگه مسائل همون سفر ده با گناه نباشد، اطاعتشون بکند. یعنی با گناه نباشد یعنی چی؟ یعنی وقتی نماز باشد اگر امیر بگه
حرکت هم میکنیم اطاعتش نمیکنیم، زیرا که گناه است. نماز ما میخونیم بعد دوام میتیم. وقتی نماز شد یعنی که سفر توقف میکنیم تا اینکه نمازمون بخونیم. خب اکنون در این مسئله امام نووی رحمه الله برامون 4 حدیث تقدیم میکند. حدیث اول این باب حدیث 957 کتاب ریاض الصالحین است. میگوید که عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلموا، پیغمبر گفت که اگر که مردم میدانستند از تنهایی به سفر برآمدن ما اعلمو اون خطرهایی را که من میدانم، اگر که مردم میدانستند اون خطرهای به تنهایی سفر برآمدن را ما صار راکبون بلیل وحده، هرگز سفر نمی کرد سواره در شب به تنهایی. یعنی سواره یعنی که سفر کننده در شب دیگر تنها سفر نمی کرد. پیغمبر میگه اون چیزی را که من میدونستم اگر مردم میدونستن اون خطر و اون چیزهای ناپسندی که در سفری شبانه به وقوع میپیوندد، اگر این را میگه مردم میدونستن هرگز به تنهایی در شب سفر نمی کردن. پس این حدیث مورد بگن تشویق میکنند که وقتی سفر برآمدن میشویم طلب رفیق بکنیم، طلب همسفر بکنیم، کسی همراهمون باشد و چند نفره سفر را دوام بدهیم. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 957. بعد از این حدیث 958 وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال، یعنی که از عمر بن شعیب از پدرش از بابیش رضی الله عنه روایت کرده میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الراکب شیطان، یعنی یک سواره کسی که به تنهایی خودش تنها سفر میکند شیطان است. و الراکبان شیطانانی، و دو سواره که دو کس تنهایی سفر میکنند به تنهایی دو کس میبرند این دو کس هم شیطان هستند. و ثلاثه رکبون، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر 3 نفر زیاده از 3 نفر باشد پس این رکب است، یعنی کاروانی خوبه، کاروان سفری خوبه حسابیده می شود. یعنی به سفر 3 نفر زیاده از 3 نفر برآمدن خوب و افضل هست. یعنی که پیغمبر گفت 1 نفر 2 نفر برآمدن خطر دارد، 1 نفر 2 نفر برآمدن به سفر خطر دارد، یا که اینها را گفت شیطان است. و اما 3 کس شد پس این کاروان است، این کاروان خوبه برای به سفر برآمدن است. رواه ابو داود و ترمذی و النسائی باسانید صحیحه، این حدیث را ابو داود، ترمذی و نسائی روایت کرده است با اسنادهای صحیح. قال ترمذی حدیث حسن، امام ترمذی گفته است که حدیث حسن می باشد. پس این حدیث ما را راهنمایی میکند که نباید که ما 1 نفر و 2 نفر به سفر ببریم، بلکه جماعت باشیم، 3 نفر یا زیاده از 3 نفر این در سفر چه قدر بسیار باشد همون قدر خوب است. خب بعد از این بود حدیث 958. بعد از این حدیث 959 و عن ابی سعید و ابی هریره رضی الله عنهما قالا، میگد که از ابو سعید و از ابو هریره رضی الله عنهما روایت است که گفتند این دو بزرگوار، قالا یعنی که ابو سعید و ابو هریره رضی الله عنهما گفتند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمروا احدهم، یعنی پیغمبر گفت هنگامی که برآمدن 3 نفر به سفر فلیؤمروا احدهم، پس باید امیر قرار بدهند یکیشان را. یعنی که یک گروه مردم 3 نفر 5 10 نفر 50 نفر وقتی به سفر میبرایند پس اینها یکیشان را امیر خودشان در سفر قرار بدهند، یعنی او را اطاعت بکنن در این سفرشون. چطوری گفتیم که مثلا کسی را امیر قرار بدهند که اون انسان معلومات سفر دارد، درباره سفر کردن معلومات دارد، پس اون را
امیر قرار بدن، اون را در مسئله سفر اطاعتش بکنند. این حدیث میگه حدیث حسن، حدیث حسن است. رواه ابو داوود به اسناد حسن. این حدیث را ابو داوود با اسناد حسن روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 959 که مورد دلالت میکرد به امیر قرار دادن در حالت سفر، یک کس امیر قرار بدهیم. بعد از این حدیث 960 حدیث کتاب ریاض الصالحین. و عن ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است. عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است که رسول الله گفت خیر الصحابه اربعتون. پیغمبر گفت که بهترین همراهان 4 نفر است. یعنی که وقتی که چند کس همراه شده میخواهند سفر بکنند، بهترینشون 4 نفر است. و خیر السرایا 400، و بهترین گروه، بهترین دسته نظامی 400 نفر است. وقتی که سرایه بگیم گروه نظامی را به یک جا برای فتح کردن و برای جا برای حل مشکلی فرستاده می شود، پس اونها 400 نفر باشند. این بهترین سرایا هست، بهترین دسته نظامی است. و خیر الجیوش 4000، و بهترین لشکرها این 4000 است. اگر لشکر 4000 شده از دنبال کارشان بشود، این بسیار خوب و بسیار بهترین می شود. ولن یغلب 12000 من قلة. ولن یغلب یعنی که شکست نمیخورد 12000، 12000 من قلة از کمی عدد. یعنی که اگر که 12000 باشد این شکست نمیخورد، یعنی که عدد بزرگی هست که نباید یا شکست نمیخورد، عدد بزرگ شماریده می شود. رواه ابو داوود و ترمذی، این حدیث را ابو داوود و ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن، و گفتگی است که حدیث حسن می باشد. پس این بود حدیث 960 که وقتی که انسان به سفر برآمدنی می شود، پس اونها بهتر و خوبتر است که یا بهترین همراهان و همسفران 4 نفره باشد، این بهترین است. پس ما را تشویق میکند به گروهی به سفر برآمدن. پس این باب هم به آخر رسید. باب بعدی باب آداب سیر و نزول و المبیت و النوم فی السفر، یعنی که باب در مسئله آداب حرکت کردن در وقت سفر و نزول و توقف کردن و ایستادن در حالت سفر و المبیت و شب گذرانیدن در سفر و نوم فی السفر و خواب کردن در سفر. این باب در این مسئله ها گپ میزند. و استحباب السرى و الرفق بالدواب و مراعات مصلحتها، یا همچنین باب در مسئله مستحب بودن حرکت کردن در شب، یعنی که انسانی که به سفر میبره در شب حرکت بکند. چرا در شب حرکت بکند؟ فضایل مهمی را، فضایل بسیار جدی را ذکر میکند. انشاءالله درس آینده حدیث میگیریم. و رفقی، و باید انسان با همسفرانش خوش رفتار باشد، یعنی که خوش معامله باشد. و دوابی، و همچنین باید مستحب است که خوش رفتاری انسان بکند با چارپایانش و مراعات مصلحت ها و مراعات یعنی رعایت بکند حالت چارپایانش را. و امر من قصر فی حقها، و امر درباره کسی که کوتاهی میکند در حق چارپایان. و جواز الارداف علی الدابه اذا كانت تطيق ذلك، و همچنین جایز بودن سوار شدن 2 نفره بر چارپای اگر که طاقت این را چارپا داشته باشد، چارپای با قوت باشد که 2 نفر برداشته بتواند، میشود 2 نفر هم در اون سوار شد. پس این باب را انشاءالله دلایلش را و مسائلش را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.